داره صاحب دختر خرایی کنم خانه ازی قربان که مدت 5 ماه 6 ماه ماندن قدازی خانواری واحدی و خانواری قربانی یا پخش در یک اتاق در اتاق همیجی همه یک جای زندگی میکردن. بعد از اون صاحب یک مدتی 5-6 ماه را که این سیاست قربان ولادت کردن. بعد از اون یک روز جمعه بودن صاحب، یک روز جمعه یه قربان نام مورا پس یک زغال مغال که برای سوختگیری زمستان خو بعد از روز جمعه صاحب بودن آقای واحدی قربان طلب مانه قربان برو تو امروز زغال مغال زغال بیارده موتر هم میگه که برو تو پشت زغالی مورا صاحب بازار پشت زغال سیاست قربان نام که مورا در کوچه اینجا کالا مولا میشه آوش هم مقدار یک از خود یولی دورتر بوده. اینجا مدت 1.5 ساعت الا 2 ساعت یه سیاست همین دکتر مثلا اینجا کالاشویی ده شده. بعد از او آقای واحدی وهاب نام سیاستش داخل یولی بوده یک وقتی که مورا سیاست آقای واحدی مگوز شده یاد بیا که خوار تو خودکشی کرده می که دکتر می در خانه که دکتر دیگه همینجی در حالتی بسیاری خراب قرار گرفته صاحب با دکتر دیگه دکتر مرا به قتل رسنده و با دکتر دیگه جنایت کرده آقای واحدی. یعنی منجی دکتر من دیگه دکتر دفتن راپور میده دیگه آقای واحدی خود چی به صفحانه یه که آقای دکتر که اینتر از دکتر از بین مبره یا آقای واحدی یک حکومت یک پلیس یک چیز در جریان قرار نمیده خود چی دیگه یه دفتن حرکت میده صفحانه مبره در شفاخانه که مبره اینجا شب در شفاخانه مبره سبایی را حکومت مگبره به کابل که بیاتلی قرار بگیره چی شود در کابل دکتر طرف کابل مرسید. بعد از او ما اینجا خانه مندم دیگه مدت 2-3 ماه را مندم 2-3 ماه زمستان بود. بعد از زمستان وقتی که سیاه شد اینجا واحدی در من زنگ میزد که یک طرفی بامیان ما دیگه نرفتم. یک وقتی یک آجیر بنا یک نفر و تخت بنامی آجیر روحانی آمد از پشت من موتر دارم صاحب یک موتر تونیس آمد که تو را آقای آجی فکوری و دیگه آقای واحدی طلب کرده. از اینی که ما رفتیم در بامیان که رفتیم یا آمد در نظر در دیر از ما گفت که دختری خودکشی کرده. ما بازی ها بسیار عقیده داشتیم که البته که دختری خودکشی کرده شاید دیگه همون شب ما اینجا بودیم دیگه از مسئله و از واقعه یک پرسان نکردیم یک جستجو نکردیم حتی همون دختری کلان خودم ندیدیم که چطور یا چیکار. فردا دفتن مجلس برگزار شده و در حضور قاضی ها مرا بردن. ما یک آدم ساده که 53 ساله آدم هستیم حتی یک روی ولسوالی خود صاحب یک روی ولسوالی 50 که باشه ما ندیدیم یک روی قومندانی ندیدیم. یک آدم ساده با خدای خود راست که برادر ایرانی ها میگفتن دختری خودکشی کرده دختری برده برادر در پیش قاضی ها بوی که دختری خودکشی کرده. ما با کسی دعوا نداریم با کسی هیچ کس قاتل گرفته نمیتونیم. یعنی میگیم ما بسیار از یا زورواله بود توی آقای بشتی بسیار زورواله در منطقه سالها حکومت کردن مردم ها را سالها بندی کردن سالها مردم ها را کشت در دوره قماندانی خود مردم ها را سریکو یا تا پرته کرده اطفالای مردم به گناه و به ناحق کشته مردم ها در دل پیته و بسته میکرد قد کلیشنکوف میزد مردم که او کشته که بیل میخورد یا خنده میکرد چکک میکرد. ما هم ترس خوردیم یک آدم غریب گفتیم نشود که سبا مرا امیا یک بندی کنه یک دیگه کنه. رفتیم در مجلس سبا که مجلس برگزار شد در حضور قاضی ها گفتیم که ما با کسی دعوا نداریم که دکتر ما خودکشی کرده. آقای واحدی میگه آقای فکوری میگه دیگه میگه که خودکشی کرده. ما گفتیم خودکشی کرده دیگه ما کس دعوا نداریم کس قاتل گرفته نمیتونه. بعد از اون صاحب ما که این مسئله شد آمدیم خانه. بعد از این رفتیم امیر جنایی بامیان دیدیم کلمنان تکنیکی که دکترای کابل دیدیم که دکتری ما را به قتل رسانده جنایت با دکتری ما کرده. از برای خدا ما چی کنیم؟ از برای خدا ولی حکومت است باز خاص میخواهیم خونی دختری خود میخواهیم حق دختری خود میخواهیم
تا که حق دختر ما پایمال نشود فهمیده در دست ما داده نشود، حق حقوق دختر ما را از این جنایتکار، از این قاتل که نگیره، ما خود میمون در پارلمان، در پیش پارلمان، در پیش حکومت خود خرا یک زن دیگه در این منموج خود با آتش میزنم، منموج خود میکشیم، غرغره میکنم. از برای خدا یک آدم فقیر، یک آدم که ما حتی این مال باشی کمی گرسنه که ما منموج قتل زیاد دوا نمیتونیم، حکومت حق ما را بگیره. حکومت امروز مهربان است. ما از حکومت میخواهیم که قاتل یده نکنه، یک قاتل بزرگترین وقتی قاتل به جزای اعمال زی برسنده. یعنی از حکومت این خواهش داریم، از جامعه مدنی، از حکومت کابل، از حتی آقای کرزی، از قاضیان، از سننمالا خواهش مندم که این درد ما را دوا کنیم. امیر جنایی بامیان دیدن کردیم بعد از کریمینال تکنیک و دیگه دکترای کابل که نظریه دادن، صاحب ما عریضه کردیم، عریضه کردیم، عریضه های نامه سرکشاده با آقای کرزی، با پارلمان، با معاونانش، با تمام ارگانهای دولت معارضه کردیم. در کابل اینجا آمدیم، در حقوق بشر در پیش پارلمان رفتیم، چند جای معارضه کردیم، دادی خود زدیم. عالی هم خواهشمندم از سرنمال صاحب، از قاضی های محترم که حق دختر مرا بگیره، کلی دختر ما پایمال نشوه. از این ظالمایی که با قدرت و توانایی یک آدم غریب مقابلی یک وکیل صاحب دو بیادرش در ولایت بامیان در شورای ولایتی اینجا وکیل است، آجی فکری در کابل وکیل، همراه اشنود 10 وکیل دیگه در هر شعبه و امور صاحب ماشنود 10 موتر قطار میشه. ما یک آدم فقیر، یک آدم گرسنه که ما میالی در ولسوالی 50 در یک منطقه صاحب گرسنه زندگانی میکنیم، حتی خونی دختر خراب خود جا کنم. حکومت میدانه که حق ما را پایمال نشه و حق ما را از این ظالما بگیره. از برای خدا دادی ما را بگیره. فردا روز قیامت اگر خونی دختر نگرفته نشه، ما فردا روز قیامت دامنگیری موضوع هم حتی از آقای کرزیش هستیم، حتی از پارلمان هستیم، حتی از سرنمالا هستیم، حتی از قاضی هستیم. تمامی که حق و حقوقی که از حکومت هست که حق دارن که حق و حقوق دختر ما را پایمال کنه، فردا روز قیامت ما دامنگیری از آدم است.